بابا گفت چرا به من نگفتی؟ گفتم بابا من که به تو گفتم دارم میرم دبی، حتی بهت گفتم بیا، تو گفتی نه من نمیام و کار دارم. خلاصه اینجوری شد که من مجبور شدم دوباره تنهایی سفر کنم به آمریکا. خیلی برام سخت بود، واقعا سفر عجیب غریب و سختی بود. رفتم اونجا، رسیدم توی نیویورک گیر کردم، نمیدونم یه مشکلی واسه دو سه تا مسافرها پیش اومده بود که وقتی من 12 ظهر رسیدم تا ساعت 10-11 شب موندم توی فرودگاه به خاطر مصاحبه هایی که داشتم میکردم با مسافرهای ورودیشون. من نمیدونستم که باید بلیت سفر بعدیمو همونجوری آنلاین بگیرم. کارمون که تموم شد، یعنی وارد شدیم به خاک، می‌خواستم برم بلیت دالاس یا حالا فلوریدا اینا رو بگیرم. اون موقع یادمه $900 بود، در صورتی که بلیت بعد $100 شد. کلا $1000 بیشتر با خودم نبرده بودم. نمیدونستم بعد اینترنتی این بلیطو ازشون خرید بکنم. اونجا خیلی برام سخت بود بلیت گرفتن، یعنی قیمتش خیلی زیاد بود. من بعد اینترنتی خودم از قبل می‌خریدم، چون تو فرودگاه $900 به من می‌خواستن بلیت بدن. من کلا $1000 بیشتر نبرده بودم و برای همین نمیتونستم بلیت بخرم و هر جور شده بود هی میرفتم خرید میکردم من فروشگاه‌های اونجا تا بتونم که سکه از توی دستگاهشون بگیرم و با اون سکه بتونم بیام تلفن کنم. خب اقواممون اونجا بودن و شاید اونا میتونستن بهم کمک کنن. خلاصه هر جوری شده بود یه سکه پیدا کردم و تماس گرفتم با حالا پسر خاله مادرم و به اون گفتم که آره همچین اتفاقی افتاده. انقدرم خسته بودم، 24 ساعت پرواز کرده بودم، غذای درست حسابی نخورده بودم و استرس گرفته بودم، حالم خیلی بد بود و احساس می‌کردم که وای تو فرودگاه موندم و همه جا داشتم میبستن و من نمیدونستم چیکار کنم و تا حالا نشده بود تو خیابون بمونم. پسر خاله مادرم گفت اونجا یه کانتری هست، میری یه دکمه از هر هتلی که حالا فکر میکنی نزدیکتره میزنی و ترانسفرش میاد دنبالت و تو رو میبره به هتل. حالا برو تا اونجا یه فکری ما به حالت بکنی. رفتم اونجا دکمه زدم و وایسادم منتظر تا ترانسفر هتل اومد، منو برد هتل. به هتل که رسیدم خب اونجا تلفن داشتم، زنگ زدم به خونه و گریه میکردم. گفتم آره من رسیدم و اینجا خیلی ترسناکه، من نمیتونم بمونم، میخوام برگردم. راه برگشتی وجود نداشت و باید تحمل میکردم. ولی خب به هر حال داستان این بود که خیلی استرس داشتم و خیلی ناراحت بودم و نمیدونستم قراره کجا برم، چجوری میتونم برسم به فلوریدا. اتفاقی که افتاده بود این بود که منیجر اشلی تو اون فاصله نمیدونم چی شده بود که اخراجش کرده بودن و اون خیلی خبر نداده بود که من رسیدم و تا بلیت منو صادر بکنن که از نیویورک بتونم برم فلوریدا. دیگه شبو تو هتل موندم، حتی وسایلام باز نکردم، همونجوری وسایلا رو بسته گرفتم خوابیدم. صبح یهویی با زنگ هتل اخواب بیدار شدم. رسپشن هتل گفت وصلم کرد به حالا اقواممون و به من برگشت گفتش که ببین من برات بلیت گرفتم، میای پیش ما تا بعداً حالا تکلیفت مشخص شه که کی میخوای بری پیش اشلی. فقط سریع همه چی تو جمع کن و برو سوار ماشینشو برو فرودگاه. منم بوده همه چی جمع کردم، رفتم فرودگاه و رفتم پیش اقواممون توی دالاس. اونجا یه ذره خیالم راحت تر شد، یکی دو روزی ریلکس کردم، آروم شدم تا دیگه مشکلات اون برام برطرف شد و بلیت منو برای فلوریدا گرفتن. پا شدم رفتم فلوریدا. اونجا تو فرودگاه وقتی فرود اومدم، وارد فرودگاه شدم، دیدم که اشلی یه دونه تابلو گرفته بالا سرش و زده ولکام نورا، برای اینکه بخواد منو پیدا کنه، یعنی من پیداشون کنم. خودش با ماژیکای رنگی واسم نوشته بود و این روشی بود که به من خوش آمد گویی کرد. دوربینام داشتن فیلم میگرفتن، دوربینای حالا اسپانسراشون رد بول و اینا، از این واقعه داشتن فیلم میگرفتن همه. واقعا هیجان انگیز بود. منم بودو رفتم و بغلش کردم، خیلی هم کوچولو موچولو اینجوری بلندش کردم چرخوندمش. اینا فکر کنم فیلمش هم باید باشه. خیلی گرم و صمیمی، باورم نمیشد من این ور دنیا اون ور دنیا حالا به هم رسیده بودیم و با هم ملاقات کردیم. یه چند روزی مهمون خونش بودم و خب برای من موتور تدارک دیده بودن. یادمه که ایران که بودم بهم پیغام دادن، گفتن که دوست داری که رو لباست اسپانسراتو به ما بگو که ما داریم برای تو لباس درست میکنیم، آرم لوگوهای اسپانسراتو بزنیم. من برگشتم گفتم که من اسپانسر ندارم، فقط میخوام پرچم ایران روی سینم باشه و اولین بارم بود که یه دست لباس کامل ست دارم میپوشم. اولین بارم بود که لباس ست
پت میپوشیدم، مثلا تا قبلش همیشه هر چی گیرم میومد هر چی بود میپوشیدم، ولی یه لباس آلپاینستار توسی مشکی سفید بهم دادن، اسم خودم هم پشتش حک کرده بودن، پرچم ایران هم اینجا بود. 2 دست لباس کامل بهم داده بودن، پوتین داده بودن، همه چی با هم خوشحال بودم که چیزای جالبی بهم دادن، انقدر امکانات زیاد، هم خوشحال بودم از اینکه اونجا هم و هم استرس داشتم به خاطر اینکه خیلی سخت بود. من قرار بود تو بهترین مسابقه، یکی از بهترین مسابقات دنیا شرکت کنم با بهترینای دنیا، سریعترین دخترهای دنیا. روز مسابقه شد و همه وایسادن و خاک نرم، خیلی نرم و خیلی عمیق. تا حالا من یه همچین خاکی نه که ندیده باشم، مثلا یعنی سوار شده باشم، مثلا حتی ندیده بودم و من باید تو اون خاک مسابقه میدادم با اونا. یه فلش بک هم بزنیم. من تو تمرینایی که با اشلی رفته بودم انجام داده بودم که خب چک کنن ببینم من میتونم تو مسابقه شرکت کنم یا نه. من میخورم زمین و میخوام زمین بیهوش میشم، کتفم آسیب میبینه. تو روز مسابقه کتفمو به زور نگه داشته بودم، یعنی انقدر از این پچهای گرم کننده میزدم تا بتونم دستمو تکون بدم. یادم حتی موقع لباس عوض کردم من دچار مشکل میشدم، مامان اشلی کمکم میکرد تا لباسمو بتونم بپوشم. با هر سختی بود مسابقه رو انجام دادم و واسم خیلی ارزشمند بود که تونسته بودم با بهترینای دنیا توی خط وایسم و باشون رقابت داشته باشم. بعد مسابقه یادمه که خانم استفی باو وقتی شنیده بود که ما تو ایران مسابقه شرکت کردیم به فدراسیون ایران نامه زده بود که آره وقتی شما موتورسوار خانوم دارید برای چی معرفیش نکردید که حالا ما بتونیم دعوتتون کنیم به مسابقات جهانی اینا. و فدراسیون هم خیلی اهمیت نداده بود. بعدم اون موقع منشی فدراسیون یواشکی منو صدا کرد، برگشت گفتش که ببین آدرس و کانتکت خانم استفی باوه و خیلی میخواستن با تو در ارتباط شن، منتها فدراسیون خیلی این کارو برای تو انجام نداد، ولی من این مشخصات رو میدم تو باشون تماس بگیر ببین که چی کارت دارن. که وقتی من باش ارتباط گرفتم به من گفتش که آره تو میتونی بیای آمریکا و یه دوره‌ای ببینی اینجا که من بهت مدرک مربیگری بدم. گفتم چه جالب، اتفاقا من دارم میام پیش اشلی و هماهنگ کردیم که بعد مسابقه من برم پیش خانم استفی. اونجا یه هفته‌ای با هم دیگه تمرین کردیم و خب یه جورایی یه لول اپ به من دادن واسه موتورسواری خودم و بعد از اونم ما 2 تا کمپ برگزار کردیم واسه دخترای آمریکایی که من به همراه استفی به اینا تونستم آموزش بدم. یادمه اون موقع جلوی استفی طلا هادوی که خبرنگار VOA بود و اومده بود از من یه خبری بگیره، گفت من میخوام میخوام یه بار ترای کنم، میخوام یه دوری بزنم. بعد استفی گفت نمیشه که سخته، باید یاد بگیری. نه به استفی گفتم من یادش میدم، خیلی کار آسونیه، مشکلی نداره. و خب به روش همیشگی خودم نشستم پشتشو و چند تا نکته بهش گفتم و بعد دیدم که داره یاد میگیره و داره میره، پشتش پریدم پایین و اون به مسیر خودش ادامه داد. خیلی استفی واسش جالب بود که من تونسته بودم انقدر سریع بهش آموزش بدم. و حالا نکته‌ای که اضافه کرد به من و اینا، آخرش مدرک مربیگری رو بهم داد که من بتونم بیام توی ایران و آموزشامو خیلی آکادمیک‌تر انجام بدم، به خاطر اینکه خب توی ایران فدراسیون به ما مدرک نمیداد. وقتی برگشتم ایران خیلی شروع کردم که تعداد خیلی زیادی خانوم آموزش دادن و البته میگم یه ذره بهتر شده بودم. یادم قبل رفتنم 12 جلسه طول میکشید، حالا تو 6-7 جلسه آموزش میدادم و تصمیم گرفته بودم که این کارو بکنم تا تعداد خانوما زیاد شه، تا فدراسیون مجوز شرکت در مسابقات و ورود به پیستا رو به ما بده، چون بعد اون مسابقه همچنان موافق نبودن با این کار. انقدر تعداد خانوما زیاد شد و من هی آموزش دادم، حتی خیلی از خانومایی که شاید الان اسم رسمی توی موتورسواری دارن جزو شاگردای من بودن و من واقعا بهشون افتخار میکنم و خوشحالم که هستن و دارن به موتورسواریشون ادامه میدن. انقدر تعداد خانوما زیاد شد فدراسیون مجبور شد که این اجازه رو به ما بده و سال 95 موتورسواری خانوما به صورت ورزشی در پیست ها آزاد شد.
مسافرتم گفتم شد. دیگه موفق شده بودیم و فکر میکردم که خب همه چی تموم شد و